تناب داری و از چارچوب در آویزون میکنه پسر بچه بزرگتر. چند وقت پیش کاوه رو باز کردم، پسر بچه‌ای رو دیدم که داخل کاور حدوداً 5 ساله فوت شده بود. وقتی لباساشو در آوردم آمادهش کردم برای تعطیل دادن، دیدم که رد تناب دور گردنشه. بعد از اینکه غسلش دادم، تعطیلش کردم و کفنش کردم، تحویل پدر مادرش دادم. از پدرش سوال کردم که علت فوت این پسر بچه چی بوده. پدرش گفتش که این پسر بچه یه برادر 12 ساله‌ای داره که چند شب پیش داخل ماهواره یه فیلمی رو داشتیم می‌دیدیم. تو اون فیلم یه آقای یه بنده خدای دیگر رو داشت دارش میزد و اینا الگو برداری کرده بودن. روزی که من و مادرش خونه نبودیم، تناب داری و از چارچوب در آویزون میکنه پسر بچه بزرگتر و برادر خودش رو به دار میآویزه، به همون سبک و سیاقی که توی فیلم چند شب پیش دیده بودن. و این اتفاق ناگوار برای این بچه افتاده بود. واقعا منو متاثر کرد. آیا بچه‌ها باید تمام اون برنامه‌هایی که پخش میشه باید رعایت کنن و این اتفاقای ناگوار براشون رقم بخوره؟